قرائت شاه اثری علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیم، عصر میانه و دوره نو. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. پیشگفتار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کتاب تاجیکان، گفتار اول، سرچشمه خودشناسی ملی. اگر کس گذشته اجداد خود را نداند، انسان کامل نیست. این خطابه ساده ولی در عین زمان جدی بزرگان علم و ادب ما از قعر عصرها به گوش می رسد و هشدار می دهد که از تاریخ ملت و سرزمین، رسم و رسوم و دین و آیین خود مدام واقف باشیم. واقعاً تاریخ را خاطره انسانیت می نامند. پس هر فرد به آموزش تاریخ کشوری خود اصل و نسب و معرفت بومی و ذاتیش را پایدار و بیگزند نگاه داشته نمی تواند. از ریشه خیش دور یا کنده شده به ورطه گمنامی یا فنا قدم می نهد و به تعبیر امروزیان منقرض می شود. یعنی انسان تاریخ گذشته خود را فرا نگیرد، طبیعی است که از ذات خود راهی طی کرده دستاوردهای سیاسی و فرهنگی و برد و باخت مردمش ناآگاه مانده، چون مخلوق آدم صورت ولی بی پروا، بی مسئولیت، بی نشان عمر به سر می برد. این بدبختی بزرگ است. آخر آری از خاطره گذشته، فارغ از غمی فردا، چه خیر خود را انسان می شماری. اگر این فاجعه دولت، ملت و قومی را فرا گیرد چه می شود؟ تاریخ گواه است که از روی چنین بی احتیاطی و واقف نبودن از گذشته خیش، قسمی از دولت و ملت‌های ابرقدرت پاره پاره شده از زبان و رسم و آیین خیش محروم گردیدند. در عهد باستان چنین مثالها فراوانند. سرنوشت ملت تاجیک در طول عصرها برابر دیگر مردم ایرانی نژاد بسا پیچیده و پرشیب و فراز است. تاجیک با کار و پیکار برای نائل شدن به آزادی، به سازندگی و بنیادکاری، با عقل و ذکاوت فرزندان نابیغه اش در عرصه علم و ادب و سیاست، با رسیدن به دوران احیای دولتداری و چشیدن زهر شکست، با تلاش ها بهر خودشناسی و آگاهی ملت، تاریخ خود را غنی و رنگین ساخته است. تاریخی سرشار از لحظه های پیروزی، چسب و تلاش برای تشکل تفکری ملی و
ریواج و رونق دولتداری، علم و فرهنگ و گلگون از خونی مردانی مبارز و فداکار. اما پوشیدنی است که سالهای طولانی ما از آموزش میراث تاریخی خلق خود یک اندازه دور ماندیم. در مکتب و دانشگاه ها و فرزندان ما بجای تاریخ خلق تاجیک بیشتر تاریخ خلقهای دیگر را می آموزاندند و این مناسبت ناسالم رخنه‌ای گذاشت در تاریخ آموزی و تاریخ دانی مردم ما. شاید یک سبب از اصل خیش کمی دور ماندن و پست رفتن معنویات، کاهیدن اخلاق جامعه ما از همین عبارت بود. و خوشبختانه دو فرزند نابغه ملت تاجیک، استاد صدرالدین عینی و اکادمیک باباجان غفوروف، همین نارسایی را احساس کردند و جداً از پی اصلاح آن شدند. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و فرهنگ و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. همچنین باباجان غفوروف با هدایت این پیری خرد به کاری پرشرف کمر بست. وی در سالهای بسا مشکل به تدقیق و تألیف کتابی از تاریخ خلق تاجیک شروع نمود. کاوش و جستجوی‌های پیوسته او در این راه ثمره دلخواه دادند و نخستین اثر علمی باباجان غفوروف، تاریخ مختصری خلق تاجیک، 50 سال مقدم سال 1947 از چاپ برآمد. وی چون فرزند دلسوز ملت برابر فعالیت دولتداری و سیاسی این کار را به انجام رساند و برای همزبانان و هم ملتانش روزنی کشاد از عالم تاریخ. این تجربه اولین تاریخ نویسی تاجیک در زمان شوروی بود و آن را محققان نمایان، شرقشناسان مشهور دنیا خوش پذیرفتند. خواننده تاجیک توسط این اثر از مقام خودشناسی به آموختن تاریخ گذشته خود رو آورد و به سوالهای زیادی اجداد ما کیها بودند، از کجا به زندگی شروع کردند، چطور دولت ساختند و دولتداری کردند، با چه راه و دستوری به علم و ادبیات عالم شمول پای گذاشتند، در تاریخ بشریت چه مقام و پایه دارند، پاسخ دقیق و مفصل یافتند. من این اثر عجایب و پرمحتوا را هنوز سالهای دانشجویی مطالعه کرده، گاهی از هنری والای دولتداری گذشتگانمان می‌باریدم، بعضن از شکست حکومت، جاه طلبی، جنگ و جدال و جهالت و خونریزی برادران به خاطر تخت و تاج و شهرت و نفس که تیشه بر ریشه دولت زده است، تاخت و تازی وحشیانه اجنبیان، سراسر نابود شدن مردمان بیگناه و خراب و ولنگار گشتن مرکزهای فرهنگی،
دلم ریش می گشت و به اندیشه می افتادم. پیوسته فکر می کردم ملتی که یک زمان صاحب تمدن عالی بود، امروز از کاهیدن معنویات جامعه می نالد و عذاب می کشد. پوشیده نیست که بعد انقلاب مردم ما به طور صنعی از آموختن تاریخ چندین هزار ساله خود بی نصیب گشت و معنویات و اخلاقش از نرسیدن این غذا کاهید. اثری باباجان غفورов که چون آب و هوا برای خود آگاهی و رشد تفکری تاریخی مردم ضرور بود، در طول 50 سال تنها 1 مرتبه نشر شد. البته این باعث تأسف است. از روی انصاف می بایست این اثر بارها از چاپ می برآمد و دسترس هر یک فرد تاجیک می گردید. اگر ما از راه طی کرده پر از شیب و فراز ملت خود آگاهی نسبتاً پررو می داشتیم و از خطاهای صادر نموده نیاگانمان سبق می گرفتیم، شاید طوفان آفتباری جنگ گرجدنی که ما به آن دوچار آمدیم چنین رنگی فاجعه‌ای نمی گرفت. آخر یک سرچشمه خودشناسی ملی محض آشنایی با میراث تاریخی است. تا خاطره قوی تاریخی را که در آثار فرهنگی و علمی باستان محفوظ است جامعه از خود نکند، از خیرد و ذکاوت گذشتگان بهره‌مند نشود، در تمام رشته‌های زندگی به دستاوردهای دلخواه نائل شدن نمی‌تواند. آموختن تاریخ تنها برای دانستن گذشته نیست، بلکه این برای شکوفایی فردای هر یک ملت و دولت ضرور است. یعنی ملت باید از گذشته خود خواه درخشان باشد خواه تیره سبق بگیرد و دورنمای آیندهش را معین بسازد. اکادمیک باباجان غفورov به همین خاطر عمر خود را به تحقیق و ایجاد تاریخ ملتش بخشید و خوشبختانه به مراد رسید. وی با چاپ شاه اثری بزرگ خود تاجیکان نه تنها ملت تاجیک بلکه تمام فارسی زبانان عالم، مخلصان و هواداران تمدن شرق و ساکنان آسیای مرکزی را با یک سرچشمه نیرو بخش و پربها شادکام ساخت. باید تأکید بکنم که علامه باباجان غفورov در ایجاد این اثر به تعبیر استاد عینی شرطهای مهم تاریخ نویسی محاکمه‌رانی بی‌طرفانه را رعایت کرده است. این اثر اول به زبان روسی در مسکو چاپ شد و همچنین از جانب عالمان مشهور سابق شوروی و خارجی بهای ارزنده گرفت. اثر تنها به آموزش و تحقیق تاریخ تاجیکان، سهم بی‌نظیر آنها به گنجینه تمدن بشری محدود نمی شود. اینچنین در آن تاریخ مردم همزبانمان و خلقهای دیگری آسیای مرکزی مورد تحقیق همه‌جانبه قرار گرفته است. از این خاطر بعد آنکه تاجیکان به خط روسی اساسی تاجیکی در دوشنبه به طبع رسید، در حال دقت مورخان افغانستان را جلب نمود و در این کشوری دوست و برادر اثری مذکور با حروف فارسی از چاپ برآمد. سپس در ممالک دیگر نیز پی در پی چاپ آن صورت گرفت.
قیمت علمی تاجیکان الحق بی نهایت بزرگ است. بابا جان غفورف با این اقدامی نیک و زحمتی پربهایش نه تنها صحیفه های تاریخی رنگینی ملت تاجیک و مردمی همزبانی ما، بلکه تاریخ و راه طی کرده خلقهای ازبیک و قرغیز و قزاق و ترکمن را تا اندازه به خواننده آشنا ساخت. این خدمت رستمانه بابا جان غفورف شایسته تحسین و آفرین است، زیرا آثاری پرقیمت علمیش چون بهترین آموزگار به ما و نسل آینده سبق می آموزد. امروز مردم کشور به خودشناسی و برقرار کردن خاطره تاریخی خیش بیش از پیش نیاز دارد. ما باید از تاریخ گذشته سبق بگیریم و برای وحدت کامل ملی کارهای بزرگی را به انجام برسانیم. در این راهی پرشرف چاپ آثار گرانبهای اکادمیک بابا جان غفورف برای برافروختن احساس وطن دوستی و افتخار ملی مدد خواهد رساند. امام علی رحمان. قرائت شاه اثر علامه بابا جان غفورف تاجیکان، تاریخ قدیم، عصر میانه و دوره نو. فصل یکم. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. پلیالیت، ساخت پیش از قبیلوی. پیدایش جماعت قبیلوی. آثار پلیالیت پایین. زمان پیدایش نخستین آدمان را در سرزمین آسیای میانه به طور عمیق معین کردن خیلی دشوار است، زیرا آثاری از همه قدیمه حیات آنها باقی نمانده است. به گمان بعضی عالمان گویا آسیای میانه در داخل منطقه آدمشوی میمون واقع گردیده بوده است. هرچند این عقیده معمول و مقبول عموم محسوب یافته نمیتواند، با وجود این کشف قدیمترین یادگاری های حیات آدمی را در این سرزمین نباید بیرون از امکان دانست. سال 1953 اکلادنیکوف در رود اونرچه نزدیک دریای نارین قرغیزستان از دیواره ریگی صوفه قدیمه پلیستوتسینی میانه قیراق کلان دست انسان رسیده را که یک طرف آن به تیغ درازی برجسته کمانی مانند است پیدا نمود. چنین آلت در علم باستانشناسی با نام جاپر، آلت قیراق سنگ، مشهور است. پس از چند سالی بازیافت این آلت قدیمه در محلهای مختلف آسیای میانه باز 10 مکان آن کشف گردید. این گونه آلت در بسیار ناحیه های عالم کهن به خوبی معلوم بوده. قدیمترین مدنیت انسانی مدنیت قیراق سنگ را توصیف می نماید. تحلیل تیپولوژی نشان می دهد که آلت قیراق سنگ آسیای میانه با مدنیت به اصطلاح سوانی دوره پلیالیت هندوستان خیلی شباهت دارد. از این چنین برمی آید که این دو کشور در دوره پلیالیت پایین یک راه عمومی تاریخی را طی کرده است. چنانکه از مدرک‌های دیالوگی معلوم می شود،
اهل مدنیت قیراقسنگ در دوره پیریخ‌های نخست و یخبندی ریس، یعنی در دوره پلیستسینی میانه، بیش از 200,000 سال قبل از این زندگی به سر بردند. آن وقتها چنین حیوانات از قبیل جنس‌های قدیمی فیل، اسب، ممان و بیزان‌های شاخ دراز، نمودهای گوناگونی کرکدن وجود داشتند. از روی بعضی دلیل‌ها آدم در آن زمان خیلی کم بوده است. آلت نوع دیگر دستکالاهای سنگی که برای پلیالیت پایین اروپا بسیار خاراکترناک است، فقط در قسمت غربی مملکت در ترکمنستان پیدا گردید. بعضی عالمان اظهار شبهه می کردند که آسیای میانه اینقدر بر وقت مسکن آدم شده بوده است، زیرا نشانه های زندگی انسان در این محل اولها که خیلی کم در بعضی جایها علاهیده یافت می شدند و ثانی اصلا در قبطهای از همه بالایی زمینهای ساحلی دریاها به نظر می رسیدند. ولی اینک سال 1973 در مغز زرد خاکی قراتاغ یاوان و سپس در 7 جای جنوب تاجیکستان در مغز خاکهایی که در چقوری 50-65 متر واقع می باشند آلات سنگی به دست آمد. حفریات 2 باششگاه قراتاغ 1 و لاهوتی 1 نشان داد که در اینجا نشانه های باششگاه نو آثار مدنیتی تا به حال نامعلومی هستند که آن مدنیتی قراتاغ نام گرفت. تاریخ این قبط ارخئولوژی 150 هزار سال است که این را با مدرکات گیولوژی معین کرده، بعد با اصول ترمولومینسنسیا انیق نمودند. مدنیت قراتاغ از جهت توصیفات خود به مدنیت قیراقسنگ منسوب است و از مدنیت سوآنی نیمجزیره هندوستان که در بالا نامبر شده بود یگان فرق کذایی ندارد. بعد این کشفیات جای شبهه نیست که در تاجیکستان و آسیای میانه سر اول طایفه های مسکون شدند که به دوره های مدنیت قیراقسنگ تعلق داشتند. آثار پلیالیت میانه. در آسیای میانه از مرحله بعد حیات بشری اولیه پلیالیت میانه یادگاری های فراوان باقی مانده است. این زمانی نشأ و نمای مدنیت مستیه، زمانی موجودیت نیاندرتال ها بود که در حدود پلیالیت میانه و بالا از آنها انسانی نوعی امروزه تشکل یافته است. در این دور قوه های استحصال کننده جمعیت نسبت به دوره پلیالیت پایین تیزتر و دیگرگونی رو نهادند. تکنیکی تیار کردن آلات زودتر تکمیل یافت. شکل آلات ها نو و وظیفه آنها گوناگون گردید. آدمان نه تنها نگاه داشتن آتش بلکه گیراندن آن را یاد گرفتند. نوترین اصولهای استاتیستیکی امکان می دهد که در ناحیه های مختلف از جمله در آسیای میانه چند محل مسکون عصری سنگی میانه که ممکن است موجودیت یگان اتحادیه کلان جماعتی را انعکاس گردانند آشکار کرده شود. مسکنهای سرکشاده و غارهای مستیه در بسیار جایهای آسیای میانه چی در قسمهای کوهسار
و چی در دشت و واحه ها یافت شدند. چنانچه این قبیل اقامتگاه ها در ترکمنستان، در نیم جزیره کراسنوودسک، در کوپتداغ مرکزی، غارهای قدیمه در ازبکستان، در نزدیکی تاشکند و سمرقند، مسکنهای سرکشاده زیاد در تاجیکستان، در فرغانه غربی، ناحیه اوراتیپه، وادیهای حصار و وخش، ناحیه دنغره و نهایت در سالهای آخر آثار مدنیت مستیه در قرقیزستان شمالی نیز کشف گردیدند. مغاک تیشیکتاش در اتفاق سویتی و خارجه شهرت زیاد پیدا نمود و در نزدیکی شهر تیرمیز در واحه تورگاندریا در کوهسار بایسون واقع گردیده است. در این مغاک 5 طبقه مسکون که نیاندرتال های چندین بار به منزل کهنه خود بازگشت نموده باقی گذاشتند مشاهده شده است. از اینجا قریب 3000 مصنوعات سنگی پیدا گردید که 339 تای آن آلات کامل می باشد. در بین آنها 2 نوع آلات خیلی معمول، کارد و بیلچه سنگی موجود است. کارد همچون آلات برنده و سلاح شکاری خدمت می کرد. بیلچه را برای ساخت و پرداخت درخت، پوست استفاده می نمودند. آلتهای دیگر خیلی کمند. صید اساسی شکارچیان تیشیکتاشی بوزی کوهی سیبیری بود که در کوهستان آسیای میانه بسیار دچار می آمد. غیر از این گوزن، خرس، پلنگ و دیگر حیوانهای خردتر را نیز شکار می کردند. تصادفاً پیدا شدن جسد آدمی عهد مستیه، پسر بچه 8-9 ساله، واقعی دارای اهمیت جهانی گردید. از وقتی این بازیافت نزدیک 40 سال گذشته باشد هم باستانشناسان به یافتن دیگر کاسه سر آدمی نیاندرتال موفق نشدند، هرچند که حالا در مملکت ما 10 مکان مستیعی معلوم است. در گرد جسد، کاسه سر و بعضی استخوان‌های اسکلت پسر بچه، شاخهای بوز کوهی به شکل حلقه گذاشته شده‌اند که از این میتوان با نیت معین به خاک سپرده شدن آن را تخمین کرد. کلکسیای آلات سنگی تیشیکتاش با آثار دیگر مغاره‌ها پررتر گردید. از بین آنها مغاکی به قریبی یافت شده آبی رحمت را که در مسافه 100 کیلومتر دورتر از تاشکند واقع است نام بردن ممکن است. متریال های حفریات این یادگاری خیلی جالب هنوز مفصلا انتشار نیافته است. از این مغاک بیشتر از 30,000 مصنوعات دوره مستیه پیدا شد. شما گفتار اول را از کتاب علامه باباجان غفورف تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمخلوف خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.